حلوا با شیره انگور. من یک پیمانه آرد گندم رو گذاشتم توی مایتابه توی تابه گذاشتم تا چیز بشه، یکم رنگش تغییر کنه و بوی خامیش گرفته بشه. و یک پیمانه که نه، نصف پیمانه هم شیره انگور بوده که با مقدار گلاب رایحش کردم. یه مقداری هم هل داخلش ریختم و کره که کلا گفته نصف پیمانه روغن باشه. من یه مقدار کره و یه مقدارم روغن قاطی میکنم. خوب این آرد خوب تفش میدم تا رنگش یه مقدار تغییر کنه. چون بچه های من خیلی حلوای تیره نمیخورن، من فقط در حدود 10 دقیقه که خامی آرد گرفته بشه تف میدم و بعدش کرم رو بهش اضافه میکنم. بعد اینو من با یه مقداری هم روغن میریزم و خوب توی روغن و کره تف میدم. و بعدش شیره انگور که با گلاب و هل قاطی کردم و بهش اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا حلوامون قوام بیاد. اگه همون اول آرد علک کنین بازم خیلی بهتره که حالت این مقدار حالت گلوله نشه. شعله‌شو من کمش کنم تا این هم میزنم تا جا بیفته تا به این شکل میرسه. و علت اینه که یه ذره اون سفیدیات توش دیده میشه به خاطر اینه که این کنارهای مایتابه من هم اول کنارهای تابم تمیز نکرده بودم. بعد دیگه هی قاطی میشه وقتی داری هم میزنی ورزش میدی. و بعد این که علک هم باید بکنی که بعد من اینجا عجله داشتم علکش نکردم. در کل خیلی حلوای خوشمزه میشه و به این قوام میرسه. و بعد از این توی بشقاب قشنگ با قاشق حالت فشرده فرمش میتونیم بدین یا با هر وسیله‌ای که دوست داشتی. و این هم شد نتیجه حلوا. امیدوارم که بچه هم خوششون بیاد چون طعم شیره انگور رو میده، ولی کلا یه هم خوشمزه هم رژیمی.